رقص شرقی که با اسمهای بلی دنس و اورینتال شناخته میشه، یک رقص باستانی و بسیار زیباست که ریشه در کشورهای خاور میانه داره. با حرکات نرم و موجدار بدن احساسات و داستانهای درونی رو بیان میکنه. هر حرکت در این رقص تلفیقی از ظرافت و قوته که به رقصنده امکان میده تا با موسیقی هماهنگ بشه و داستان خودش رو به تصویر بکشه. رقص شرقی یا بلی دنس ریشه در خاور میانه به ویژه کشور مصر و همچنین کشورهای عربی داره. این رقص در طول تاریخ در مناطق مختلف خاور میانه و شمال آفریقا اجرا شده و به مرور زمان به شکل‌های مختلف در اومده. اصطلاح رقص شرقی بیشتر به رقص‌هایی اشاره داره که از این مناطق نشأت گرفتن. شما با رقص اورینتال میتونید احساسات مختلف خودتون رو مثل عشق، نفرت، خشم، شادی، غم، تهی بودن، شگفتی، زیبایی و تمام اینها رو به نمایش بذارید. رقص شرقی این امکان رو به شما میده تا قلب خودتون رو از تمام اون چیزهایی که نمیتونید با زبونتون بیان کنید خالی کنید. حالا که کم و بیش با رقص شرقی آشنا شدیم، امروز میخوام راجع به تکنیک شیمی و تلفیق اون با حرکت‌های دست که قبلا روش کار کردیم صحبت کنم. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی، وقتشه که همین الان سابسکرایب کنی و زنگوله پیج رو هم بزنی تا تو اولین عزیزی باشی که از آموزش‌های بعدی من خبر داری. یادت باشه که من یک مربی خوبم که دوست دارم تو یک رقصنده فوق‌العاده بشی. بزن بریم برای پارت 1. شما ترکیبی از تکنیک‌های کمر رو با شیمی دیدید و همینطور تلفیق اونها با دست. من امروز میخوام به صورت خیلی ساده بهتون یاد بدم تا شیمی رو یاد بگیرید. توی حرکت شیمی اکثرا اشتباهشون اینه که از کمر استفاده میکنن و پاشون رو باز میذارن. من یه ذره دامنم رو براتون جمع کنم که شما بهتر ببینید. امیدوارم از مدلش خوشتون بیاد. اکثر عزیزان این اشتباه دارن که برای شیمی زدن از کمرشون استفاده میکنن، یعنی این حرکت ها رو انجام میدن
کاملا اشتباهه. شما برای تکنیک شیمی نیازی نیست کمرتون رو تکون بدید، چون وقتی میان کمرتون رو تکون بدید تمام بدنتون تکون میخوره و استایلتون کلا به هم میریزه. یادتون باشه که ما پاهامون به سمت داخل نباید باشه، بیش از حد هم به سمت بیرون نباید باشه. پاهامون تو زاویه 45 درجه قرار داره. اوکی؟ پا رو باز نگه میداریم همونجوری که گفته بودم. اینجا باید نصف عرضشونه بشه و برای انجام این تکنیک فقط کافیه که زانوهاتون رو جابجا کنید. حالا یک اشتباه رایجی که این قسمت وجود داره و باعث آسیب زدن به زانو میشه اینه که زانوهاشون رو بیش از اندازه صاف میکنن. ببینید، بیش از اندازه صاف نکنید. همیشه توی رقص شرقی باید مثل فنر باشید. یعنی چی؟ یعنی بدن شما نباید کامل صاف باشه مثل چوب، باید مثل یک فنر باشید و زانوهاتون رو بتونید کنترل بکنید. پس همیشه ما زانومون خمیده است، نه خمیده نه صاف. این خمیده یک ذره کوچولو، خب در حدی که بتونید جابجاش کنید. حالا زانوی من چه کار داره میکنه اینجا؟ یکی در میون، خمتر خم، خمتر خم، خمتر خم. دقت کنید، زانوی من یکی در میون الان خمه، خمتر میشه برمیگرده، خمه، خمتر میشه برمیگرده، خمتر خم، خمتر خم. حالا بدون مکس، بدون اینکه اینجوری کنیم، اینو ادامه میدیم. یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. ولی زمانی که این تکنیک رو دارید انجام میدید نباید شلوغش کنید. ریلکس، خمتر خم، خمتر خم، خمتر خم، خمتر خم، خمتر خم، خمتر خم. حالا استایلمون رو باید حفظ کنیم. باسن بیش از اندازه بیرون نباید باشه، بیش از اندازه داخل نباید باشه، شکم نباید بیرون باشه. اوکی؟ استایل، زانوهای ذره خمیده است، شکم داخل، باسن داخل. اینا رو همه قبلا یادتون دادم، فقط برای یادآوری میگم. سینه نباید اینجوری باشه، خجالت نمیکشیم، میندازیم بیرون سینه ها رو، شونه به سمت عقب و پایین. دست ها که در ادامه بهتون میگم که باید چه کار کنید. و آروم سر، انگار یه نفر مثل عروسکی هستید که شما رو از بالا آویزونتون کردم. اینجا خیلی راحت شیمیتون رو انجام میدید. شکم بیرون نمیاد، باسن بیرون نمیره، توی یه راسته. آروم شیمیمون رو انجام میدیم جلوی آینه. شیمی سبک‌های مختلفی داره. شیمی بیرون داریم، شیمی ریز داریم، شیمی یه پایی داریم. من همه اینا رو یواش یواش بهتون میگم قلقاشو. امروز میخوایم روی اصلی ترین حرکت شیمی با هم دیگه کار کنیم، چون زمانی که شما این تکنیک رو یاد میگیرید بقیه شیمی ها براتون آسان تر میشه. حالا با هم دیگه زانوها رو ببینید، بدون اینکه بخوام شلوغش کنم دارم خم و خمترش میکنم. خم، خمتر، خم، خمتر. یادتون باشه زمانی که دارید میرقصید باید به خودتون افتخار کنید. چرا؟ چون شما یک رقصنده هستید. مهم نیست که حرفه‌ای هستی یا تازه شروع کردی، مهم اینه که باید به خودت افتخار کنی و اون وجودی که داری رو بپذیری. توی هر شرایطی که هستی تو میتونی برقصی. ادامه بدیم با یک موزیک خیلی ساده. استایل،
پوزیشن های دست رو ما قبلا با هم دیگه کار کردیم، درسته؟ چیا بودن پوزیشن های دست؟ ال، یه نفرم گفته بود این ال جلوه، ال جلوی 2، ال کنار 1، A X U Y. حالا میخوام بهتون یاد بدم امروز توی تکنیک شیمی چجوری میتونیم از دست هامون به روش های مختلف استفاده کنیم. تلفیق 1، دست از کنار میاد بالا و برمیگرده. یادمون باشه که لیمو وسط دستامونه. دست از کنار میاد بالا و برمیگرده. دقت کنید وقتی که دارم میام بالا مچ دستام به سمت داخله، دست از کنار میاد به سمت بالا، تو پوزیشن خط صاف قرار میگیره و برمیگرده. تلفیق 2، 1 2 1 2 دست بعد 1 2 1 2. تلفیق شماره 3، از اینجا دست میاد ضربدری جلوی صورت میاد بالا و اینجا توی این قسمت قرار میگیره، آروم به سمت پایین. به اینجا که رسید دستمو میچرخونم و میام پایین. یه بار دیگه دست جلوی بدن ضربدری، لیموهامون یادمون نره. به اینجا که رسید جلوی صورت، دیدین دیگه پشت نیستم، اینجا میام بالا، تو حالت یو قرار میگیرم، یه ذره که اومدم کنار تو زاویه 45 به اینجا که رسیدم میارمش پایین. حالا 1 2 3 4. بریم این تلفیق ها رو با تکنیک شیمی انجام بدیم.
فیلماتون رو از این تمرین فوق‌العاده حتما برای من توی تلگرام که لینکش رو توی کپشن براتون گذاشتم بفرستید. اگر از توی اکسپلور یوتیوب منو فالو می‌کنی، یعنی من خیلی افتخار دارم که تونستم ویدیومو به دست تو برسونم. اگر این اینستاگرام منو فالو نداری، این اینستاگرام من لئو آکادمی و لئو بلی دنس هستش. تا آموزش‌های بعدی میبینمت. بای بای.